این یعنی رفتن به یک مرحله بالاتر. روز تدفین پیکر مطهر امام شهیدمون و خانواده مکرمشون تشکیل شد، اون هم در جایگاه نائب امام عصر، در جایگاه مرجعیت شیعه، در جایگاه ولی امر مسلمین، اون هم به دست اشقى الاشقیا در ماه مبارک رمضان، در نماز جمعه‌ای که به مناسبت شهادت یه سنگ به انتفاضه موشک رسید و طوفان الاقصی رو به راه انداخت. عراق اشغال شد، بسیج مردمی ما رو هم این بعثت. برادران و خواهران عزیزم، امروز این یعنی رفتن به یک مرحله بالاتر. روز تدفین پیکر مطهر امام شهیدمون و خانواده مکرمشون تشکیل شد، اون هم در جایگاه نائب امام عصر، در جایگاه مرجعیت شیعه، در جایگاه ولی امر مسلمین، اون هم به دست اشقى الاشقیا در ماه مبارک رمضان، در نماز جمعه‌ای که به مناسبت شهادت یه سنگ به انتفاضه موشک رسید و طوفان الاقصی رو به راه انداخت. عراق اشغال شد، بسیج مردمی ما رو هم این بعثت. برادران و خواهران عزیزم، امروز این یعنی رفتن به یک مرحله بالاتر. روز تدفین پیکر مطهر امام شهیدمون و خانواده مکرمشون تشکیل شد، اون هم در جایگاه نائب امام عصر، در جایگاه مرجعیت شیعه، در جایگاه ولی امر مسلمین، اون هم به دست اشقى الاشقیا در ماه مبارک رمضان، در نماز جمعه‌ای که به مناسبت شهادت یه سنگ به انتفاضه موشک رسید و طوفان الاقصی رو به راه انداخت. عراق اشغال شد، بسیج مردمی ما رو هم این بعثت. برادران و خواهران عزیزم، امروز